بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض و سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بینندگان عزیز. خداوند متعال را شاکر هستیم و تشکر میکنیم که یک بار دیگر توفیق را رفیقمان ساخت تا در یک برنامه دیگر خدمت شما عزیزان حضور به هم رسانیم. شرایط امر بالمعروف و نهی از منکر که ما باید به چی شرایط باشیم که بتوانیم امر به معروف و نهی از منکرات بکنیم، چنانچه پیامبر نازنین اسلام در یک حدیث می‌فرماید لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنکر حتی تكون عالما و تعلم ما تأمر. رسول گرامی اسلام در این حدیث مبارک می‌فرماید امر بالمعروف و نهی از منکر مکن مگر اینکه خودت عالم باشی و بدانی که امر میکنی. از این حدیث پیامبر نازنین اسلام چنین برداشت می شود که ما باید اول خود را اصلاح بکنیم و رفتار خود را اصلاح بکنیم و از منکرات خودمان که انجام می دهیم جلوگیری بکنیم. آن وقت می توانیم که به دیگران امر به معرفت و نهی از منکرات بکنیم. شخصی از سعدی بزرگوار میپرسد که عالم بی عمل به چی میماند؟ گفت عالم بی عمل به زنبور بی حاصل میماند. درود میفرستیم بر منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.